نسل ما خیلی نسل عجیبی بود. ما نسلی بودیم که از تلفن سکه‌ای تا آیفون 14 رو دیدیم. از دوربینایی که بعضی وقتا باید 1 ماه صبر می‌کردی تا فیلمش پر بشه ببری عکاسی ظاهر کنی، تا دوربینایی که کیفیتش با چشمامون برابری میکنه. از نامه‌هایی که معلوم نبود به دستمون برسه یا نه، تا تلگرام و واتساپ. از آتاری و میکرو تا پلی‌استیشن و ایکس باکس رو دیدیم. نسل قبلی رفتن و این همه تغییرات تکنولوژی رو ندیدن. نسل بعدی هم هیچ کدوم از این لذت‌ها رو تجربه نمی‌کنن. بازی‌های توی کوچه، ضبط آهنگ از رادیو، قیچی کردن و جمع کردن عکس‌های روزنامه، دور همی‌های بدون گوشی و اینستاگرام، قصه‌های پای کرسی، خوابیدن دست جمعی خونه مادر بزرگ، انتظار جمعه و اموفیتیله‌ای‌ها، عروسی‌های بدون چشم و همچشمی، بوی این پاکونا، طعم این کاکائوها.